ما در جلسات قبلی راجع به بحث پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که خود پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری در واقع یک معماری داره که ما واسه اینکه بتونیم پیاده‌سازی مناسبی انجام بدیم بهتره که ابتدا با این معماری سیستم‌های هوش تجاری آشنا بشیم و بعد شروع کنیم به پیاده‌سازی بخشایی از اون تا در واقع بتونیم راه حل اصولی رو پیش ببریم. اینجا من میخوام در واقع یک مدل کلی از معماری سیستم هوش تجاری براتون توضیح بدم تا ببینیم که جریان به چه صورتی است. ببینیم ما تو هر سازمان یک سری منابع اطلاعاتی داریم که میشن در واقع سورسای ما. این منابع اطلاعاتی که ما در داخل سازمان داریم در واقع شامل بخش‌های مختلفی هستن. بخشی از دیتاهای ما میتونه از سیستم‌های اطلاعاتی باشه. حالا این سیستم‌های اطلاعاتی مثل چی؟ مثلا سیستم‌های مالی، منابع انسانی، فروش و هر سیستم دیگه‌ای که در واقع ما داریم. ابتدا باید اون رو شناسایی کنیم و ببینیم که ما چه سیستم‌های اطلاعاتی اینجا داریم و در هر کدوم از این سیستم‌های اطلاعاتی ما چه دیتاهایی ذخیره میشه. در کنار اونها ممکنه که ما یه سری در واقع دیتاهای دیگه هم داشته باشیم در قالب فایل‌های اکسل یا مثلا فایل‌های CSV که داریم از جاهای مختلف خروجی میگیریم، روشون یه سری کارا انجام میدیم. یک سری در واقع دیتاهای دیگه‌ای که میتونه به صورت غیر ساختارمند باشه اونها رو هم باید شناسایی کنیم. و اصولا دیتاها معمولا داخل به فایل اکسل یا CSV اگر باشن شاید مثلا دیتاهایی باشن که برنامه‌ریزی های سازمان در واقع داخل اونها ثبت شده، هدف گذاری ها، برنامه‌ریزی که انجام شده ممکن در واقع در قالب فایل اکسل چیزی یه جایی ذخیره شده باشه، یا در قالب خروجی که از سیستم‌های مالی منابع انسانی در قالب CSV گرفته میشه. اینها در واقع در قالب یک سری اهداف برای سازمان تعیین میشه تا بعداً بتونن در واقع محک بزنن خودشون رو و روندها و پیشرفت‌های خودشون رو بگیرن. در کنار اینها ممکنه که شما یک سری منابع اطلاعاتی خارجی داشته باشید. منابع اطلاعاتی خارجی مثلا مثل چی؟ مثلا شما یه جای از سیستمتون قراره که با نرخ ارزها کار کنید یا ببینید که مثلا در خرید و فروش در واقع سهام بورس کدوم شرکت ها به چه صورتی عمل کردن و اونها رو لازم دیتاهای اونها رو بگیرید و در داخل سازمان خودتون از این دیتاهای یه جورایی استفاده کنید. پس همونطور که گفتم مثلا میتونه مثل سازمان بورس باشه یا مثلا بحث نرخ‌های ارزی باشه و هر سیستم دیگه‌ای که مثلا ممکنه در خارج از سازمان بتونیم بگیریم. یا حتی یک بخش مهم دیگه‌ای که ما تو دیتا هامون داریم میتونیم یک سری اطلاعات از رقبا باشه. از رقبا مثلا بریم تحلیل کنیم ببینیم رقیبای ما دارن به چه صورتی عمل میکنن. با یک در واقع بررسی بازاری که انجام میدیم بچهای بازاریابی شاید بیشتر متولد این موضوع باشن، بتونیم در واقع یک اطلاعاتی رو هم از رقبای خودمون و نحوه کاری که دارن انجام میدن شناسایی کنیم. مثلا اگر ما داریم در حوزه فروش محصولات غذایی کار میکنیم بریم در واقع با رصد کردن بازار سهم بازار رقیبامون رو شناسایی کنیم. یا مثلا ممکنه که چیکار کنیم؟ ببینیم که بریم از سایت هایی که در واقع اطلاعات واردات در واقع شرکت های مختلف رو انجام میدن میخوام ببینیم که هر شرکتی به چه میزان واردات انجام داده. پس یکی هم میشه واردات در واقع محصولات و غیره. پس ما در واقع باید بیایم چیکار کنیم؟ در فاز اول این منابع اطلاعاتی رو شناسایی کنیم. اینها همگی جزء فاز اول ما هستن. فاز 1. در فاز دوم کاری که باید انجام بدیم چیه؟ در فاز دوم کاری که باید انجام بدیم اینه که باید بیایم این منابع اطلاعاتی که همشون لزوما ساختارمند نیستن و ممکنه به صورت‌های پیچیده‌ای در درون سیستم‌های اطلاعاتی ذخیره شده باشن یا در قالب فایل اکسل در واحدهای مختلف در واقع دارن تکمیل میشن یا سایر دیتاهامون که راجبش صحبت کردیم، باید بیایم روی این دیتاها یک تحلیل و آنالیزی انجام بدیم و یک خلاصه‌ای از دیتاها رو اون چیزایی که نیاز داریم رو شناسایی کنیم و به صورت یک سری در واقع اطلاعات ارزشمند و ساختارمند که برای ما قابل فهم تره و
در واقع ساختار راحت تری داره، اونها رو در واقع چیکار کنیم؟ در یک جایی ذخیره کنیم و بعد از رو اون دیتا ها بتونیم در واقع دیتا های مورد نیاز خودمون رو بخونیم. حالا این کار توسط 2 تا مرحله انجام میشه. 2 تا فاز، در واقع تو فاز دوم ما 2 تا مرحله داریم. یک مرحله داریم که میریم از این سیستم هایی که در واقع منابع دیتایی که اینجا خوندیم، باید بریم اول اطلاعات رو بخونیم، تر و تمیز کنیم، اطلاعات غلط غلطش رو حذف کنیم و دیتا های مورد نیاز رو از اونها واکشی کنیم. به این فرآیند در واقع میگن ETL کردن، که ETL مخفف اکسترکت، ترانسفورم و لوده، یعنی شامل استخراج، تغییر شکل و سپس بارگذاری. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تو فاز اول میایم سیستم هایی رو در واقع دیتا های مورد نیاز رو از این سیستم ها استخراج میکنیم، سپس تغییراتی که لازم باشه رو اونها انجام بشه انجام میدیم و در نهایت در فاز بعدی که لود هست اونها رو بارگذاری میکنیم. اما کجا بارگذاری میکنیم؟ ما تو سیستم های اطلاعاتی یک سورس، یک در واقع دیتابیسی داریم که در واقع شامل کلیه اطلاعات ما هست که از سیستم های مختلف اونها رو اومدیم استخراج کردیم، که در واقع ما به این میگیم دیتا ویرهاوس، یعنی انبار داده ها، به اصطلاح انبار داده. داخل این دیتا ویرهاوس ما میایم این دیتا های مختلف رو که از سیستم های گوناگونی فراخوانی کردیم به صورت خیلی تر و تمیز، ساختارمند و یونیفرم شده میایم بارگذاری میکنیم داخل دیتا ویرهاوس. این دیتا ویرهاوس ما در واقع یک دیتابیسیه که ساختارمنده، غالبا هم میتونه مثلا در قالب انواع DBMS های مختلف باشه، مثل SQL سرور باشه، میتونه در واقع اوراکل باشه، DB2 باشه، یا هر چیزی که در واقع 2 تا از محبوب تریناش اسکیول سرور و اوراکل. اگر شما در سازمانتون با اسکیول سرور کار میکنید میتونید از همین بیس استفاده کنید و اگر اوراکل هم دارید کار میکنید در واقع این هم بستر خوبی هست واسه انجام دادن این کار. پس در نهایت ما در واقع یک دیتا ویرهاوسی رو ایجاد میکنیم، این دیتا ها رو از این طریق فراخوانی میکنیم و در فاز سوم وقتی دیتا های ما آماده سازی شد، وقتی دیتاهای ما آماده سازی شد، کاری که انجام میدیم اینه که میام از این دیتاهایی که استخراج کردیم خروجی های